با نام یاد خدای مهربان سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. برنامه نوبتی کتابخوان است و هم صحبت من هستند ابراهیم رجبوف. ابراهیم، به برنامه خیلی خوش آمدید. تشکر که دعوت رو پذیرفتید. یادآور میشم که ابراهیم دانشجوی کورس پنجم دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا است و همچنین راهبری لایحه اینتلکت آنلاین. محض به خاطر همین کارشون، یعنی راهبری لایحه اینتلکت آنلاین بودنشون، ابراهیم رو با برنامه دعوت کردیم و میخوایم اطراف این پروژه یا این لایحه با ایشون صحبتی داشته باشیم. ابراهیم، امروز که در دانشگاه طبی تحصیل میکنید، روند تعلیم، روند درس چگونه است و همچون یک دانشجو امروز دانشگاه را و امروز علم را در کشور چگونه میبینید؟ به نام خداوند جان و خیرت که از او برتر اندیشه بر نگذرد. تشکر که ما رو به برنامه خودتون دعوت کردید. خب، در جواب سوال شما که دانشگاه چه خیلی است، خب چه خیلی که گفتید، حاضر ما کورس پنجم هستیم. کورس پنجم رو یکم سمسترش رو علاکه به اتمام رسوندیم. سمستر دوم سر می شود از ماه فوریه. خب، سطح دانشگاهی ما، من خودم در گروه انگلیسی میخونم. در گروه انگلیسی سال تا سال خیلی سطح بگیم معلم ها و سطح دانشجوها بلندتر شده ایستاده است. مثال نسبت به سالهای پیش بگیریم، اگر وقتی معلم های خود که گروه انگلیسی آنها هم تمام کرده بودن میپرسیدیم، میگفتن سالهای اول که گروه انگلیسی بود دقت کمتر بود، مثال سست‌تر بود، اما سال تا سال دانشگاه، راهبران دانشگاه همه با گروه های انگلیسی بسیارتر دقت دادن. اگر شما هم دقت کنید که همین گرد و اطراف اگر دانشگاه طبی بگردین، شما ببینید که خیلی دانشجوی خارجی بسیار هستند. یعنی درس ها پور با زبان انگلیسی میگذرد؟ بله، درس ها پورا با زبان انگلیسی میگذرد. همه نمودی درس ها، بجز درس هایی که خب فقط برای خودی ما خاص است، مثل درس طبی حربی، اینا فقط دانشجوی تاجیک میخونن. یعنی دانشجوی تاجیکی در گروه انگلیسی هستن، اونها این رو میخونن، اما دانشجوی خارجی که در گروه انگلیسی هستن اونها این درس رو نمیخونن. دیگه همه درس ها با زبان انگلیسی هست. آموزش در دانشگاه طبی یکی از دانشگاه های با نفوذ کشور، من فکر میکنم یک کمی مشکلی های خاصی خودش دارد، چون یک نفری که آینده طبیب میشود زیادتر باید تلاش کنه، زیادتر درس بخواند، باز کارهای عملی است. میخواستم بفهمم شما چگونه هم در دانشگاه تحصیل میکنید و هم یک لایحه بسیار که کلان است، حجما کلان است، به عهده گرفتید و این رو راه اندازی کردید، یعنی به درس و به تحصیل و به این کار شما خلل نمیرساند؟ دانشگاه طبی چه خیلی که قید کرده به نهایت دشوار است برای که شما آینده طبیب میشوید. یعنی جانی بیماران در دست شما است. اگر شما خطایی کنید حتی میتوند که مشکلی های کلان شود. بله، دشوار است. ما تلاش خود رو میکنیم در دانشگاه طبی که یعنی درس ها رو با بهای خیلی خوب خونیم، خوب تلاش کنیم، خوب درس ها رو از خود کنیم و اینچنین. خب در کنار این باز وقت‌های زیادی و علاوگی می شود. در این وقت خود بسیارتر کوشش میکنیم که به همین کارها مشغول شویم. اساساً چه خیلی شد که ما یعنی بگیم به این پروژه در آمدیم، چه خیلی که شما گفتید. من خودم مرکز آموزشی اینتلکت را ختم کردم. یعنی وقتی که صنف 11 بودم و باید تیاری میدم به داخل شوی به دانشگاه طبی طریق امتحان مرکز ملی تستی، در این مرکز آموزشی اینتلکت خواندم و طریق همین مرکز آموزشی اینتلکت رو خوانده ختم کردم و طریق امتحان مرکز ملی تستی به طور بجایی داخل شدم به دانشگاه. بعد از این از طرف مرکز آموزشی به من پیشنهاد شد که مثال اگر میخواهید با ما همکاری کنید همچون معلم و دیگر چیزها. خب قبول کردیم، با آنها همکاری کردیم. اول هم بسیار فکر کردم که من دانشجو میشم، دانشگاه طبی خودش دشوار است، چه مثلا آیا وقت میشود نمیشود هر دو رو یعنی از خود کرد. یعنی هم در اینجا به حیث معلم مثال یاری رساند، کمک کرد و هم دانشگاه طبی رو خواند. خب قبول کردم و در پیش خودم گفتم که اگر دشوار شود نمیکنم، همکاری نمیکنم. و همین طور که دانشگاه رو خواندیم و اینجا هم همکاری کردیم، دیدم که میتونم هر دو رو پیش برده. یعنی حاضر اگر مثال بهاهای دانشگاه رو ببینیم نه اونقدر بد نیست.
من نمیگم که به درجه اعلی است، من دانشجوی نمره 1 هستم در دانشگاه، نه، اما قناعت بخش است. یعنی که به طوری که خودم خواندم راضی هستم. این گونه نیست که بگیم ما درس‌های مهمی که برای طبیب شدن لازم است من خوب از خود نکرده باشم. و در کنار این با مرکز آموزشی همکاری میکردیم و رفته رفته هم خیلی به من پیشنهاد شد که اگر میخوای همین پروژه رو باز پیش بر. این لایحه رو پیشنهاد کردیم که این لایحه فکری خود شما هم بود، یعنی برای شما کی پیشنهاد کرد و چرا خواستید که مثلا چون یک لایحه رو راه اندازی کنید؟ شما اونجا خودتان هم آموزگار کار میکنید، با وجود آنکه در دانشگاه طبی میخونید، همچون مدرس همچون آموزگار باز در مرکز اینتلکت در وقت‌های خالی که شما با درس گفتن هم مشغول هستید. به درس گفتن دانشجویانی که میخوان به دانشگاه طبی از کدام فن شما درس میگیرید؟ بیولوژی. و همزمان این لایحه رو پیش میبرید. چی شد که این لایحه با وجود اومد؟ لایحه این آنلاین اینتلکت، درس‌های آنلاین اینتلکت. این لایحه از اول در فکر رهبریت بود که دائما باید درس‌های آنلاینی به وجود بیاریم و وقتی هم که به من پیشنهاد کردن گفتن که این فکرها از وقتی اساساً کرونا ویروس پیدا شده بود، برای که اون وقتا درس‌های آفلاینی رو منع کردن و از همون وقت رهبریت ما کوشش کرده بود که درس‌های آنلاینی گذارن، کرده بودن، یک چند ویدیو کرده بودن. بعد دائما در مجلس ها میگفتن. وقتی تقریبا یک 2 یا 3 سال از فعالیت من در مرکز آموزشی گذشت، به من همین خیلی پیشنهاد شد که ما همین خیلی باید درس‌های آنلاینی رو ثبت کنیم. دائما میگفتن، نه که بعد من رو فریاد کرده گفتم باید درس‌های آنلاینی ثبت کنیم. و فکر تو چیست؟ مثلا آیا میخوای تو همین رو پیش بری کنی یا که نه؟ آیا همین کارو کرده میتوانی؟ چرا با من شد این پیشنهاد؟ برای که پیش از اون رهبر مرکز آموزشی اینتلکت، یکی از مؤسسان مرکز آموزشی اینتلکت، اولیموف اولیم جان، یک سایت داشتن در اینستاگرام، در اونجا نوارهای طبی میکردم و اون نوارهایشون رو من ثبت میکردم، من مثال مونتاژ میکردم و همین خیلی پیشنهاد با من شد که مثلا تو این کارها رو کردم، میتوانی ثبت کردن، مونتاژ کردن، فکری تو چیست؟ آیا همین مقصد میخوایی که همین لایحه رو پیش ببری یا کی نه؟ بعد خب گفتم که میلش میکنیم. اول ما شروع کردیم مثال همین پیش از اینکه مثال استودیو رو تیار کنیم و دیگر چیزها، یک چند درس ها ثبت کردیم، بردن نشون دادیم که همین خیلی درس ها میشود، همین خیلی نقشه هست، همین خیلی کار میکنیم، در مثال یوتیوب میمونیم، در تلگرام میمونیم. پیشنهاد کردن و قبول کردن، گفتن که خوب است میشود و بعد دستگیری ها شد و باز ما استودیو کردیم و دیگر کارها و تا اینجا که شما میبینید. من استودیو شما رو واقعا دیدم و از اون کاری که شما گفتید آگاهی دارم، یعنی تنظیم و پخش اون رولیک ها و اون برنامه ها و رنگ پردازی و این کارها. شما دانشجوی دانشگاه طبی بودید، چرا مثلا فکر کردید که باید این کارها رو بکنید؟ اینو از کجا آموختید؟ این تنظیم و بند و بست کردن برنامه ها و ثبت کردن نام خود یک هنر است، اینا رو در کجا آموختید شما؟ من دوره‌ای که طلبه مکتب بودم، یک چند سال در ایران هم بودم. اونجا پدر من دانشجوی طبی بود، خودش در ایران، از همین سبب ما هم در اونجا بودیم و از وقتی خطا نکنم صنف 8 یا صنف 9 وقتی که صاحب یک تلفنی کمتر صفتش خوب شدم، یعنی پدرم گرفتن، همین کم کم ویدیو مونتاژ میکردم برای خودم، موزیک مونتاژ میکردم و ویدیو خیلی هر چیزا. همون وقتو خیلی کم کم ذوق داشتیم و همین چیزا رو کم کم یاد گرفتم. بعد نه که به طور پروفسیونال نه، همین خودم کار میکردم. بعد تا اینکه گفتم که همین اکای اولیمشون در یعنی هم‌مؤسسان مرکز آموزشی اینتلکت اولیموف اولیم جان در اینستاگرام شدن، ویدیو اول رو من نکردم، یک دیگر شخص آمدن، نامشون در خاطرم نیست، یک اکتور هستن فکرم، اومدن ویدیو رو میکردن و همونجا من نگاه میکردم چه خیلی ویدیو میکنه، در براشون می‌نشستم چه خیلی مونتاژ میکنم، به طور پروفسیونال میکردن اون شخص و کم کم یاد گرفتم. 10 ویدیو کردن برای اولیموف اولیم جان و من از 11 ویدیو سر کرده خودم ویدیو رو گرفتم، مونتاژ کردم. خیلی اونقدر صفتی اعلی نبود، درجه اعلی نبود، کم کم ویدیو کردم، این چیز رو از خود کردم یاد گرفتم. گفتید پدرتون دانشگاه طبی ایران بودن و شما در اونجا زندگی میکردید، معمولا اونجا درس میخوندید. بله.
انتخاب کسب همین دکتری این اجباری از طرف خانواده خودتون با خواهش خودتون، چون معمولا در خانواده ما تاجیکی اگر پدر حقوقشناس باشه حتما مجبور میکنن حقوقشناس شه پدرت، یا مثلا دکتر باشد دکتر، هر کسبی که باشد کسبای خانوادگی. واقعا شما نه به سمت ژورنالیستیک اون تنظیم اون طرفا مایل داشتید که نرفتید، پدر مجبور کردن دانشگاه طبی برید، یا که خودتون خواستی خودتون بود؟ فقط میخوام راستش رو بگوی. نه راستش رو میگویم، پدر من میخواست که من دکتر شوم و این خیلی نیست که من خودم نخواهم، نه من خودم هم میخواهم. و یکی از سبب هایی که باز همین در مرکز آموزشی اینتلکت موندم در چی است که همین راهبران مرکز آموزشی اینتلکت دائما میگفتن که ما آینده کلینیک ها میکشیم، یعنی بیمارستان ها میکشیم و وقتی شما در اینجا یعنی در مرکز آموزشی ما مهنت میکنید، چی به حیث معلم چی به حیث دیگر کار فرق ندارد، بعد از اینکه شما مثال دانشگاه رو با بهای اعلا خواندین، خوب خواندین، ختم کردین، ما شما رو برده در آنجا دستگیری کرده، یعنی در ساحه تیپ هم به شما یاردن میرسونیم. خب با این سخنها تکیه کرده، باوری کرده، همکاری کردیم، آمدیم و حاضر میبینیم که علاقه بیمارستان ها شده از کلینیک ها شده است. منظورم است که شما خودتون میخواستید یا نرفتن دانشگاه طبی؟ بله گفتم که من خودم خواهش داشتم و پدرم هم اینگونه نبود که من رو مجبور کند. با من میگفت که اگر بخوای دکتر شوی فلان دکتر شوی، مثلا اگر تو بخوای دکتر شوی طرفی کاردیولوژی برو، راهنمایی میکرد. طرفی کاردیولوژی برو، دشوار است لیکن خیلی مهم است، در کاری است. طرفی نورولوژی خیلی دشوار است، برای که اینها را خودشان که در ایران خوانده بودن همین میگفتن، هم کورس هاشون بودن دیگر رو که مثلا کسانی طرف کاردیولوژی میرن، نورولوژی میرن، به حد دشوارتر است لیکن خوب است، آینده دار است. اگر تو میخوای که مثال دکتر شوی همین ها رو انتخاب کن. تو چند سالگی داره؟ تو صنف چند در ایران خواندید شما؟ تو صنف 10. چگونه بود وقتی که اومدید مثلا در ایران میخوانید و اومدید مقایسه با این کاری که امروز در اینتلکت میکنید، اون کتابای تهیه میکنید، اون درسایی که میگذارید، واقعا چون ایران از نگاه تکنولوژی و فناوری ها و تیپ اینه کشوری پیشرفته و یک کشوری قدرتمند در منطقه است. اون وقتی که شما اون مکتب گذاشتید، این 10 سال تقریبا مکتب میونه رو اونجا ختم کردید و اومدید، چگونه بود؟ مثلا خط فارسی میخوندید، بعدن خط سیریلیک مشکل نبود و کدام خط براتون بیشتر پسند است؟ خط فارسی بله، خیلی گفتم اونجا با خط فارسی بود و درس‌ها بیشتر از ادبیات و انگلیسی میگرفتن. پیش از اومدن اول من یک 3 ماه اول کوشش میکردم کتاب‌های تاجیکی بخونم، از کتاب الفبا سر کرده بودم، حرفا رو از خود کردم میخوندم. بعد وقتی اینجا اومدیم با مکتب میانه رفتم، مکتب میانه صنفی خب اینجا داکومنت ها رو یعنی برابر ارزش حجت ها رو برابر ارزش کردیم، همه رو جابجا کردیم و صنف 11 که گذاشتم درس رو آغاز کردم. خیلی دشوار بود خوندن، با مانند صنف 1 میخوندم حرفای کریلی رو، خیلی دشوار بود و در اونجا در صنفمون یک 2 همصنفم بود که خیلی نسبت به دیگر طلبا یعنی فعالتر بودن. رفته پرسیدم خیلی سبب در چیز چرا این خیلی است؟ شما مثال درس میخونید دو این درس کرده ایستاده، نه که مثال دیگر طلبا کمتر دقت میتونن به درس ها. خب گفتن که همین خیلی مرکز آموزشی ده میخونیم. بعد خب منم با پدرم گفتم که مثال اینا خیلی میخونن، در اینجا میخونن، بعد دانشگاه طبی تیار میشن. رفته دیدیم، نامنویس کردیم و اونجا درس رو آغاز کردیم. و اگر ما سوال دیگری که دادن مثال مقایسه کنم درسایی که اینجا میشن، کتابایی که اینجا هست با مکتب‌های میانه ایران، در حقیقت خیلی گفتن خیلی پیشرفته است. مکتب‌ها سخت میگیرن، اگر نخونی خونکی فریاد میکنن، کتاب‌ها در سطح عالی است. و اگر من با مرکز آموزشی اینتلکت حاضر مقایسه کنم، بله من میتونم بگم که ما تا حتی 90-95% به سطح آنها رسیدگی هستیم. یعنی مرکز اینتلکت در شما در نظر دارید؟ در نظر دارم بله. منظور من این است که شما یک چیز جالب گفتید که اینجا اومدن فقط 2-3 نفر به درس زیادتر توجه داشتن میخوندن و براتون تعجب آور بود. مثلا در ایران این گونه نیست، همه درس میخونن. نه همه میخونن این خیلی نه. مثال صنفی که همه صنف ها یادم نیست، مثلا همین صنف 10 یک 25 نفر بودیم، 26 نفر بودیم، 13-14 نفر میخوندن، یعنی مقصد داشتن که با حتما دکتر شن.
اونجا سیستم تعلیمی کمتر دیگه خیلی است. از صنف 9 یا از صنف 8 انتخاب میکنن که باید دکتر شوند چی شوند. کدام راهی که شما انتخاب میکنید به همون راه شما را تربیت میکنن. بله انتخاب میکنن و در همون ساعت تغییر میبینن. انا ما در صنف 26 و 25 نفر بودیم. همین 14 نفر 13 نفر سخت تغییر میدیدن، درس‌های لغوی میرفتن بجز مکتب، درس‌های آنلاینی بو میگرفتن میخوندن، تست بسیار کار میکردن، کتاب‌های تست، یعنی کم کم فعال بودن. قسم دیگر یک اهمیت کمتر میدادن. در تاجیکستان چگونه بود وضعیت وقتی شما اومدید اولین بار دیدید مکتب میونا رو؟ چگونه بود؟ در تاجیکستان صنفی که ما بودیم خیلی گفتم 2 نفر سخت میخوندن بعد دانشگاه طبی تیار میشدن، 1-2 نفر 3 نفر دیگه هم بودن اونها علاوگی میگرفتن اما نه به دانشگاه طبی، برای فکر میکنم حقوق شناسی بود یا دیگر چیز تیار میدن. طلبه مکتب دید ولی با گذشت سالا که خودتون علاقه راهبر یک لایحه هست در تاجیکستان، یک لایحه خیلی مهم که این یک لایحه آینده دار است، ما فکر میکنیم و کاری مهم دارید انجام میدید. فقط میخواستم یک اندیشتان بگید که به اندیشه شما اون وقتی که به خاطر میارید واقعا چی چیز برتری داشت مکتب ایران از مکتبای میانه ما؟ چی جاهایی بود که برای شما پسند است و اگر همون خیلی شود علم ما پیشتر میرود، طلبه ما بیشتر میخونن؟ کدام جنباش بیشتر براتون پسند بود مکتب ایران رو در نظر دارم که با اینجا مقایسه کردید؟ با اینجا در ایران چیزی که به من معقول بود سخت میگرفتن، یعنی در مکتب خیلی سخت میگرفتن. چه خیلی که مثال ما در مرکز آموزشی اینتلکت داوطلبان رو سخت میگیریم که باید بخونید، شما داخل شونده اید، اگر نخونید بلی پس میگیرید و دیگر سخت میگرفتن. اگر امتحان ها باز زیاد بود در مکتب، 2 امتحان مون میگرفتن، امتحان های رسمی بود، باز امتحان های بود که خودی معلم میگرفت. اگر بهای پس میگرفتیم خونگی فریاد میکردن. باز چخیل بود. با اونجا درس‌های آنلاینی هم داشتیم، چخیلی که گفتم درس‌های آنلاینی هم داشتیم، اشتراک میکردیم. بجز خودی پروگرام مکتب با درس‌های ایلوواگی هم بود. از کدام فنی که سوس بودیم درس ایلوواگی میرفتیم. من دایدم از خودم از متمتیک میرفتم، کم کم درس‌های ایلوواگی میرفتم از متمتیک. یعنی مکتب وقتی ببینید که شما در کدام فن ضعیف هستید با حتما یا رسون درس‌های ایلوواگی میگیرید؟ درس‌های ایلوواگی میگرفتیم و اگه این مجبوری نبود با خواهش خودمون بود، کسی که میتونست میرفت و درس‌های ایلوواگی بجز مکتب هم میگرفت. و برای داخل شوی یعنی خیلی تلاش میکردن. یعنی رقابت بین شدید است. به نهایت شدید است. اما مرکز ملی تستی خودمون رو اگر مقایسه کنیم سالهای اخیر به نهایت شدید شده است، خیلی دشوار شده است دانشجوی طبی، یعنی بگیم که به سطح اونها ما خیلی نزدیک شده ایستادیم. مثلا کتاب و کتابخوانی چگونه بود؟ مثلا بجز از فن‌هایی که شما می‌خوندید در ایران باز ادبیات آزاد می‌خوندید، این کتاب توصیه می‌دادن استادان؟ چگونه بود این موضوع؟ بله استادان ادبیات داشتیم، آنها توصیه می‌دادن، در درس‌هایشون دوستان‌ها نقل می‌کردن، قصه ها نقل می‌کردن و توصیه می‌دادن که مثلا این را از فلان کتاب خوندیم. و چخیلی که گفتم رقابت که خیلی شدید بود، قریب داوطلبان وقت نمی‌کردن که دیگر کتاب بخونن، برای که خودش باید 5-6 مواد رو تئوری می‌دیدن، شیمی، فیزیک، بیولوژی، متمتیک و دیگر رو وقت کمتر میشد. یعنی بگیم که در بین همسنفان خودم این چیز رو قریب که کمتر دیده بودم، اما هستن. برگردیم به سر این لایحه اینتلکت آنلاین. این چی لایحه هست و هدفش از چی عبارت است و شما چی مقصد دارید با تشکیل این لایحه؟ مقصدش چی بود؟ برای چی این را اصلا کردن؟ ما داوطلبان خودمون در مرکز آموزشی اینتلکت بعضا وقتا میشد که ما نمیتونستیم پورا آنها رو درس تیم تیار کنیم. مثال زمستان ها دا هوا تیز خنک میشد، هوا خنک بود، تیز شب میشد و نمیشد که مثال ایلوواگی قطعی داوطلبان کار کرد، برای که بعضا وقتا موضوع ها رو پورا وقت نمیشد که با داوطلبان کار کنیم. مثال در زمستان با درس‌های ایلوواگی، درس‌هایی که مثال وقت نشد به طور آنلاین میفهمونیم با داوطلبان. باز مثال بعضی وقت‌های دیگر دوام مثال در ماه شریف رمضان میشد، ساعت‌های 6 میشد، 5 میشد، باید جواب تیم نمیشد. جواب میتیم و بعد اون وقت زیاد میسوزد، نمیشد با داوطلبان کار کرد، خفا میمونیم. در همین وقت‌ها مثال ما گفتیم که درس‌های آنلاینی میگیم و داوطلبانی که مثال بعضی وقتا میشن بیمار میشن، 1 هفته نمیتونن اومده به درس، 2 هفته نمیتونن، 1 ماه نمیتونن، بعضیش جاری میکرد، اینها خلاص از درس خفا نمونن. بعد خلاص درس رو ثبت کردیم، با طلبه ها دادیم، استفاده برده ایستادن. بعد گفتیم که خب بیایم درس ها رو با بیرون هم براریم، چی مشکلی دارد؟ و این درس ها رو ما در پلتفرم یوتیوب
یعنی ما 4 درس رو عین حال ثبت کردگیم: خیمیا، فیزیک، بیولوژی، زبان توجیکی. درس‌های دیگر رو هم در نقشه هست، داخل میکنیم. درس‌ها از کلاستری 4، فن‌های دیگر رو فن‌های دیگر رو از کلاستری 4، فنی حقوق، فنی تاریخ علاوه کردنی هستیم. این درس‌ها رو گفتیم بیا با بیرون هم میبریم. ما تقریبا 30% هر کدام اینها رو، 25 تا 30% هر کدام اینها رو به طور رایگان در پلتفرم یوتیوب گذاشتگی هستیم. در کانال یوتیوب هست، هم با زبان تاجیکی هم با زبان روسی. بعد دوام درس ها باشد با طریق پولکی میتوانند که داوطلبان دسترس کنند، حتی بیرون از مرکز آموزشی اینتلکت، طریق تلگرام. این درس ها رو کی میگذارند؟ چگونه تهیه میکنند؟ یکم از روند این بگوید که مثلا اون نفرانی که این درس ها رو آماده میکنن خودشون آموزگار هستند، از چه کتاب‌ها استفاده میکنن؟ آیا اون درس هایی که شما آماده میکنید آنلاین پیشنهاد میکنید امروز مطابق میکنند با اون برنامه درسی که در مکتب میونه تاجیکستان میگذارند؟ ادبیات های انگلیسی رو، ادبیات های روسی رو گرفتم، یک جای کرده فشرده اون رو یک کتاب کردگیم، یک قالب اساسی کتاب مکتب میونه است. بعد از روی همون کتاب درس آنلاین رو میگذاریم، یعنی پای در همین موضوع ها از روی همون است. کدام معلم ها ثبت میکنن؟ ما در مرکز آموزشی اینتلکت از همین 4 فن معلم هایی داریم که تجربه زیاد دارن، 4 سال، 5 سال، 6 سال درس دادن. ممکن که یک موضوع رو 100 بار گذاشته باشن. در دوام 21 روز که سیکل میشد 3 بار معلم همون موضوع رو میگذارد. در دوام 1 سال ممکن همون موضوع رو 30 بار گذارد. در دوام 5 سال زیاده از 100 بار ممکن گذارد. و خیلی با این موضوع خود، یعنی بگیم تیار هستن معلم ها با نو وابسته به این. وقتی پرزنتاسیون درس آنلاین رو تیار میکنن، هر کس مسئول است از یک فن که اون پرزنتاسیون رو ببیند، هم طرف دیزاینش رو، هم طرف یگان خطاگی نداشته باشد، از این علمی بله خطاگی نداشته باشد. بعد معلم اومده خب نوار میگیریم، درس رو ثبت میکنیم. و اگر از بیرون مثلا خواهش پیدا شود یگان معلمی که متمتیک خوب است، شیمی خوب است، فیزیک رو خوب میداند و او درس داد میتواند اگر پیشنهاد کند برای شما قبول میکنید یا این روند چگونه است؟ یک بار به درس آنلاین قبول نمیکنیم. اگر معلم از بیرون بیاید ما اول در درس های آفلاین قبول میکنیم. در اومده نیم سال، 1 سال درس میدن و اگر ببینیم در حقیقت تالنتی خیلی خوب داشته باشد، چرا که نه؟ بعدن این درسایی که شما میگذرونند، همون گفته در فیزیک، شیمی، آلgebra، اینا فنای دقیق هستن. اگر اونجا فرض کردیم یک ویرگول، یک نقطه تو خطا شد، اون میتواند که یک درس اشتباه فهمونده شود. اینا چگونه نظارت میکنید شما و چگونه هماهنگ میکنید اون یگم اون نفر هستن که اونا رو ببینن که درست یعنی پیشنهاد شود این درس ها؟ این روندش چگونه میشه؟ بله، چخیلی که گفتم پیش از وقتی معلم پرزنتاسیون درس رو تیار میکند، یک نفر مسئول همون فن پرزنتاسیون رو میبیند. بعد معلم وقتی ثبت میکند، ما پیش از یعنی در بین با طلبه درس رو پهن کردن، بین خودمون میبینیم، معلمون میبینن. اگر اونجاش اگر خطا شده باشد، در منتج خطا شده باشد، در گفتار خطا شده باشد، گراماتیکی خطا شده باشد، اصلاح میکنیم. شدگی از چند بار که حتی درس رو پر از سر گرفتگی. این درس ها فقط به خاطر همون داوطلبان مرکز اینتلکت است یا اینکه دیگرها میتونن استفاده بکنن؟ مثلا مکتبای میونه، شاید بعضی مکتبای داریم در که معلم فیزیک ندارن، معلم شیمی ندارن، معلم آلgebra ندارن، میتونن کنن از این درس ها شما استفاده کنن و شکل استفاده اون چگونه است؟ چگونه میتونن مثلا دسترس پیدا کنن؟ نه، در نقشه داشتیم اول برای داوطلبان خود میکنیم، بعد گفتیم که با بیرون هم میبریم. این حال در بیرون بروردگی هستیم، از ما درس ها رو دسترس کردگی هستن. تقریبا یک 60 یا 70 نفر علاقه از بیرون، یعنی از بیرون مرکز آموزشی اینتلکت درس های ما رو دسترس کردگی هستن. نه فقط از تاجیکستان، از ازبکستان بود یک نفر، چند نفری که از روسیه بود، با زبان روسی اونها دسترس کرده بودن. این درس ها چه خیلی میشود، اونها چه خیلی میتونن در مکتب های خودمون مثال استفاده برن. چه خیلی گفتیم بعضی ناحیه ها مثال ممکن که معلم کادر نرسد. درس هایی که به طور رایگان هستن در یوتیوب میتونن در اومده هر وقتی که بخوان، چه خیلی که بخوان تماشا میکنن. در ناحیه‌های دوردست اگر دیگر درس‌های ما رو همه رو یک جای تهیه کنن، دسترس کنن، آنها میتوانند که مثال با واسطه یک پروژکتور یا یک دسکه الکترونی، مثال جایی که کادر معلم نباشد، اگر مثال درس فیزیک رو مونده، یک معلم نظارت میکند که طلبه‌ها ببینن، از خود کنن، کانسپکت کنن، نویسن. و اگر باز یگان سوال داشته باشن، نفهمو داشته باشن، اونجا ما ادمنستراتور داریم میتونن نویسن، از معلم پرسیده باز جواب میتید. و در آینده باز در نقشه داریم که درس ها رو با طور پخش مستقیم کنیم، یعنی که مثال
санааш ро муайян мекунем. Мисол фалон рӯзи мисол чоршанбе соати фалон дар YouTube мисол пахши мустақим мешавад дарси химия мисол мавзӯи алканҳо. کسی که بخواد بیاد رویگان تماشا کنه در نقشه هست. شما گفتید که این درس ها فقط فعلا در یوتیوب و دیگر شبکه‌های اجتماعی گذاشته می شود، در صورتی که در تاجیکستان مخصوصا مردم دهات از نبودن برق، اینترنت تنقیصی دارن، دسترسی ندارن به اینترنت، نه تنها اینترنت ضعیف، تا خود اینترنت دسترسی ندارن و چگونه بارگیری میکنن، چگونه اونها دسترسی پیدا میکنن. شاید این سوال در برنامه کتابخوان پیدا میشه که ما نه برق داریم و نه اینترنت داریم، چگونه این درس رو میتوانیم دسترس کنیم در آینده؟ من منظورم فهمم. بله سوال شما رو فهمیدم. این مشکلی در بعض منطقه و ناحیه‌های ما هست. خب برق اینگونه نیست که دائما نباشد. مثلا همون یک وقتی که برق آمد یا که اینترنت دسترس بود یا مثلا میشود در دهه‌ها در دوام یک هفته یک بار دو بار به مرکز ناحیه میروند. در اونجا ممکن که برق باشد و اینترنت خوبتر کار کند. این درس‌ها به طوری است که مثلا در تلگرام اگر دسترس کنن میتونن اونها رو بارگیری نمایند. مثلا 10 درسی شیمی مثال میگیریم 10 درس رو رفته مثلا بارگیری مینماید که یکی بخواد اون رو تماشا کردن میگیرد. یا که در یوتیوب هم همین خیلی دارد. یوتیوب هم جای دارد که میتونن درس رو بارگیری کنن، در خود یوتیوب درس ها میمونن، هر وقتی که بخواد میتونه تماشا کنه. شما گفتید که یکی از هدف‌های دیگه تون این است که این درس ها برای مرکز شما باید مبلغ برای که شما کارتون ادامه بدید. وقتی که اون بارگیری کرد مثلا 10 درس 20 درس یا 100 درس و میتوند به دیگران آزادانه اون رو پهن کند و دیگران دسترسی پیدا کنند، اینجاش چی خیلی میشود؟ حقوقی مؤلف چی خیلی میکنید؟ درسایی که در تلگرام هست، تلگرام یک قابلیت دارد که یعنی محکم میکند، یعنی میتوند بارگیری کنه در خود تلگرام، اما مثلا در درون تلفن نمیرود. دیگر راست هم روان کردن نمیتونه با یک کس مثلا ثبت اکران نمیشود، اسکرین شات کردن نمیشود و دیگر کس روان کردن نمیتواند، در خود تلفن ذخیره نمیشود. یعنی در خود تلگرام بارگیری میکنه، در خود تلگرام میموند که بخواد در اون خود تلگرام در اومده درس رو تماشا میکنه. شما بیشتر روی فن‌های دقیق کار میکنید، اون گونه‌ای که من اطلاع یافتم روی شیمی، بیولوژی، متماتیک، گفتم فیزیک اینو کار میکنید و یکی از این موضوع‌ها هستن که نرسیدن معلمان آموزگاران احساس میشود در بعضی مناطق کشور. اگر اونا بخواند، خب شاید یک آموزگار است که مبلغ ندارد یا که یک مکتبی است که قدرت خریداری این درس رو ندارد، اگر به شما مراجعت کند شما با اونها کمک کردن میتوانید که مثلا این درس ها رو به اختیار اونها گذارید و پرداخت چقدر است برای این درس ها؟ بله، پرداخت برای هر درس هایی که پولکی هستن از 10 تا 15-20 تومان است، وابسته به خود درس و نمودی درس. اگر از یگان مکتب، از یگان منطقه، مثال برای 100 طلبه، برای یک مکتبی که ممکن 200 طلبه صنف 11 دارد یا 10 دارد، اگر گرفتنی باشن، تئوری دیدنی باشن، ما میتونیم که با مبلغ خیلی ارزان تر، یعنی ممکن که مبلغی 5 یا 10 طلبه رو گرفته و برای آنها دسترس نماییم. از ما پرسیده بودن چند روز پیش، یک شخص از فرخار پرسیده بود. یک شخص خودش رو دکتر معرفی کرد، گفت من برای مکتب نهایی خودمون میخوام دسترس کنم، برای که هم خیلی معلمان نمیرسه، تنقیصی مشکلی هست. راستی ما شماره داوطلبان مکتب رو نپرسیدیم که چند نفرن، گفتیم که ما میتونیم این رو با مبلغ خیلی ارزان تر با شما ممکن که مبلغ 5 یا 10 داوطلب رو گرفته، اما برای همه مکتب ما این رو میتونیم برای شما راه اندازی کنیم، مشکلی نداره. چرا اینتلکت بیشتر تکیه میکنند روی فن‌های دقیق؟ این هدفش فقط همون داوطلبان رو آماده کردن به دانشگاه طبی است یا مثلا هدفهای دیگه هم دارد که بیشتر تلاش میکند که فن‌های دقیق تبلیغ کند و پهن و نشر کند؟ چرا شما مثلا به این کار بیشتر کار میکنید؟ مثلا میتونید شما مرکز زبانی روسی آموزی، چینی آموزی یا انگلیسی آموزی را تقویت بدید و از این طرف هم پول زیادتر کار کنید، ولی چرا با این کار پرمشقت دست دادید و میخواهید که بیشتر فن‌های دقیق تبلیغ شوند در تاجیکستان؟ فن‌های دقیق چه خیلی که میدونین چی تکنولوژی معاصری که هست، چی تکنولوژی که هست، چی پیشروی هایی که هست به فن دقیق نمیشود. مثال بیاریم در ساحه طب، اگر شما یک دستگاه رنتگن ساختنی باشین که مثال برای تشخیص استفاده میشه، یک دستگاه اولتراسادا ساختنی باشین، به فیزیک و شیمی نمیشود. شما اگر مثال یک داروساز باشین، اگر شما فن شیمی رو، فن بیولوژی رو خوب ندونین، یک دارو ساختن نمیتونین، یک واکسن ساختن نمیتونین. در همه ساحه ها، یعنی کدام دولت هایی که پیشرفت کردگی هستن همین فن ها رو
با درجه اعلا از خود کردگی است، یعنی به فن دقیق پیشرفت نمیشه. اگر ما میخوایم دولت خود، ملت خود تاجیکستان رو یک قدرتمند کنیم، باید این فن ها رو هر چیز زیادتر از خود کنیم در درجه اعلا. نه فقط مثال تا یک حدی معین، حدی مکتبی، یعنی در نظر دارم در سطح مکتبی، از سطح مکتبی خیلی زیادتر، فراتر باید مثال دانشجوهای برتری که داریم درس‌های فیزیک و شیمی اینها رو برده در خارج از کشور خواننده، بیولوژ هایی که هستن اینها رو برده خواننده، یعنی دانشی که در دیگر کشورهای پیشرفته هست اون رو گرفته آورده در اینجا عملی کردن در کار. اگر ما میخوایم که مثال یگان تکنولوژی رو خودمون بسازیم، اگر میخوایم که مثال یگان طیاره بسازیم، یگان ماشین بسازیم، یگان پهپاد بسازیم، یگان چیز تکنولوژی هست، به اینها نمیشود، به شیمی نمیشود، به فیزیک نمیشود، به بیولوژی نمیشود. اینها نباشن یگان پیشروی نمیشود. درست است. شما وزیر گفتید که همون به خاطر قدرتمندتر شدن و پیشرفت شدن و حتی کار با تکنولوژی این فنها ضرور هستند و ما این فنها رو از سطح مکتبی بالاتر باید بیاموزیم. آیا اینتلکت نقشه دارد؟ همین مثلا اینتلکت اونلاین در آینده یعنی درسایی را برای همون که بالاتر از در همین منظورم شیمی و بیولوژی و ماتماتیک که بالاتر از سطح مکتب و دانشگاه ها باشد، یعنی با جدی‌تر در راه علم را دیگه نقشه ها هستند در آینده. بله، نقشه هایی که در آینده در مرکز آموزشی اینتلکت هست رهبریت معینی به نظر دارن. بجز مرکز آموزشی نقشه ها هست که آینده مکتب ها شده شود، کالج شده شود، دانشگاه شده شود، باغچه شده شود و در اینها خیلی که در مرکز آموزشی اینتلکت سختگیری هست دایر به داوطلبان تو که مهنت کنن، بهای خوب بگیرن، علم رو از خود کنن، در این مکتب ها و کالج ها و دانشگاه ها هم همین گونه شود و تا که ما توانیم آینده چخیلی که گفتم کادرهایی رو با وجود بیاریم که همین فن ها رو در درجه اعلا بدونن، نه فقط در تئوری بلکه در عمل، اون رو در عمل اجرا کرده بتونن، نه که فقط بدونن که مثال همین تکنیک رو خیلی میسازیم، همه رو ساخته بتونن. اینها در نقشه ها هست که آینده مکتب ها شود، تو کالج شود، دانشگاه شود. یعنی شما گفتنید که همون پرینسیپ ها و همون متدیکه، یعنی همون اینتلکت رو ببرید به سمت مکتب ها و دانشگاه و کالج ها. یک اشاره گپی جالب گفتید که نه تنها در سطح نظریه بلکه در سطح عملیه ما اینا باید بفهمیم و درک کنیم و ساخته بتونیم. تمام فن‌های دقیق اساس می‌یابند به تجربه، یعنی اون لابراتوری‌ها. و امروز شما فقط در اینتلکت نظریوی درس می‌دهید که بسیاری فن‌ها هستن که به تجربه نیاز دارن، یعنی در لابراتوری. چون که پیش ما در مکتب می‌خوندیم، مخصوصا وقتی مکتب من خوندم شیمیا، ما در شیمیا مکتب گیمنازیوم تیمور صابرов رقم 4 ما داشتیم همین لابراتوری که معلم بعضی با وجود بعضی مشکلات بعضی انمون تجربه ها رو با ما میگذروند و ما رو نشون میداد، یعنی دستگاه ها بودن. اینا شما چه خیلی بعد حل میکنید؟ مثلا فقط نظر، یعنی شما نقش ندارید اون مثلا تجربوی هم نشون بدید؟ چون بعضی رولیک ها بعضی برنامه ما از دیگر کشورها میبینیم که اونها در وقتی صحبت کردن حتما نشون میدن که این در تجربه هم چه خیلی میشود. اینا چه حل میکنید مثلا شما؟ این مشکل نیست چون همیشه نظریه نمیتواند علمی دقیق با نظریه باشه، یعنی حتما اون باید چی میگن در عمل هم در تجربه هم باید اثبات شود که مثلا 2 جمع 2 4 میشد، یا فلان رنگ رو با فلان ما در آمیخته کردیم فلان رنگ به وجود می آید، یا این فرمولا در نتیجه این چیز رو حاصل میکند. اینا چه خیلی مثلا این حال در مرکز آموزشی اینتلکت ما این رو کرده ایستادیم. مثال در بیولوژی میگیریم، وقتی که مثال موضوعهای زولوژی آغاز میشود ما در تجربه مثال ماهی رو جراحی میکنیم میبینیم، قورباغه رو جراحی میکردن میبینیم. در فن شیمی و فیزیک هم میشد. اگر همین سایت اینستاگرام مرکز آموزشی اینتلکت رو دیدگی باشین، نوارها میپرتین، نوارها که در اونجا میگذارن در اون نوارها هست، همین تجربه ها میشود. اما خیلی که گفتین منظورم لوحه خود شما است، یعنی اینتلکت آنلاین چیکار میکنه در آینده در این سمت؟ در سمت درس گفتن تجربه باید نشون بدید. بعضیش داره وقتی درس گفتن معلم باید نشون بدن که این چی خیلی میشود. بله، اگر نوارهای درسی مورد دیگه باشین ما با واسطه دستگاه الکترونی درس ها رو میگذاریم. در دستگاه الکترونی از بعض فن ها مثال از فیزیک، شیمی و بیولوژی در زبان تاجیکی اونقدر نیست، ما نشون میدیم. ویدیو رولیک های هست که مثال این تجربه چه خیلی میگذرد. مثال در فیزیک محتاب گرفتگی، آفتاب گرفتگی اینها چه خیلی میگذرن. در شیمی مثال ریاکسیه هایی که چه خیلی که گفتن مثال
یک مدار با یک مدار عکس میبریم، رنگش چرا سرخ شد، چه خیلی سرخ شد. این یعنی نوارهایش هست اونجا، نه فقط معلم مثال مینویسد میفهموند، نوارهایش هم نشون میدهد. و در آینده نقشه داریم که اینها رو نه فقط در نوار نشون دهیم بلکه خودمون اجرا کنیم. یعنی مثال معلم درس رو میگذره 10 دقیقه 15 دقیقه و مثال به یک موضوع میرسد که یک تجربه لازم است که تا که داوطلب هر چی بهتر بفهمد، کادر عوض میشود، معلم تجربه رو میگذراند، باز دوام درس میشود. مثال در بیولوژی در نقشه داریم که همین خیلی که گفتم، مثال در بعضی درس ما مثال بعضی حیوانات رو جراحی میگذارن، همین رو مثال در درس آنلاین نیز گذارن. تشکر زیاد ابراهیم. ما برای شما و تیم شما در این سمت که یک کاری مشکل است برار میخواهیم و امیدوار هستم که تیم آنلاینی اینتلکت هزارها نوار را ثبت کرده برای ما، برای فرزندان ما، برای جامعه ای که تشنه علم است، برای داوطلبانی که تشنه علم است آنجا میگذرانند. بیاید صحبتتان رو خلاصه کنید و برنامه را به انجام برسانیم. خب در خلاصه باید گفت که در دوام این 6 ماهی که ما کار کردیم زیاده از 500 نوار ثبت کردگی هستیم. در نقشه داریم این رو هر چقدر هم زیادتر کنیم، زیاده از هزاران نوار کنیم و هر چه زیادتر به مردم خود، به ملت خود، به تاجیکستان خدمت کنیم. هر چقدر که امکان باشد سطح علم رو، دانش رو مخصوصا در ساحه فنهای دقیق بالاتر برداریم و تو در یک جایگی مهنت کنیم و تاجیکستان رو به یک کشور قدرتمند تبدیل دهیم. ابراهیم سپاس برای اشتراک در برنامه کتابخوان و ما برای شما، برای تیم شما در این سمت موفقیت ها میخواهیم. همون گونه که شما گفتید در این 6 ماه زیاده از 500 نوار در فنهای دقیق یعنی شیمیا، بیولوژی، فیزیک آماده کردید. واقعا این یک کاری بزرگ است تماشا بیننده گرامی، این یک کاری ساده نیست، چون 500 نوار این 500 درس است که هر یک درس میتواند از 1 ساعت زیادتر باشد. ما در این راه، در این سمت برای شما و برای تیم شما بردباری ها میخواهیم، موفقیت ها میخواهیم و باشد که صف این گونه جوانان و صف این گونه مرکزها در کشور زیادتر شود و ما تاجیکستان را به یک کشور پیشرفته و به یک کشور قدرتمند تبدیل بدیم و شعار همیشگی برنامه کتابخوان بخوانیم تا سرفراز باشیم، بیاموزیم تا وارسته باشیم. با این شعار و با این امید و با این آرزو برنامه را به آخر میرسانیم. تا برنامه‌های دیگر در حفظ و پناه خدا باشید. خدا یاری آورتان.